بچه من واسه سنس هم عوض میشه نمیتونم پلی. اوف چی خورد بهتر بخوره. اوف بچه ایسی 80 که من راضیم. ایسی 80 قشنگ بخوره. این یعنی سنس. سلام دوستان به یه قناه جدید دیگه از چنل مستر. بچه خیلی خوشحالم به ویدیو خفن و جدید عشقای دل من. آقا امروز اومدیم با هم دیگه بریم از یه رباتی توی تلگرام بچهای سنسیویتی فری فایر بگیریم که با هم من تا الان یه دونه از سنسش هم تست نکردم. میخوایم بریم با هم سنسش رو بگیریم هم سنسش رو تست کنیم. فقط یه چی بگم بچه اگه این ویدیو زیاد کات داره یا یه ذره صدا من گرفته بخاطر اینکه سرما خوردم این چند روز ویدیو نذاشتم. دلیلش هم همین بود. قولم از امروز به بعد دیگه ویدیو مرتب براتون بذارم. پس قبل اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو اصلا سر ویدیو لایک کن، چنلم ساب کن، یه کامنت هم برام بذار. و بچه اگه میخواید بازم از این ویدیوهای سنسیتیویتی واسهتون بذارم حتما توی کامنت ها بهم بگید و همین دیگه بدون معطلی لیتس گو بریم سراغ ویدیو. خب بچه ببینید اینجاست که یه کار آسونی داره که باید انجام بدید و این سنس رو بگیرید. سنس که الان من گرفتم نگاه کنید بچه‌ها. 4 تا اولی 200 اسنایپر اسکوپ 117 اگه اشتباه نکنم، فیل کام 141 دی پی آی برای گوشی‌های اندروید 717 برای گوشی‌های آی او اس 120 دکمه تیرم 54. بچه‌ها فکر کنم به هر کسی یه سنس مخصوص بده. حالا شما امتحان کنید ما هم بریم امتحان کنیم ببینیم چطوره. خب بچه‌ها سنسو چیدم، دی پی آی هم گذاشتم، دکمه تیرم گفت 54 اگه اشتباه نکنم. خب بچه‌ها اومدیم لون ولت هم ترکیبو میگیریم، یه شاتگان و دیسرت و یو ام پی. دکمه تیر بچه‌ها واقعا خیلی بزرگ. گوشیم هم داره بخاطر رکوردر لگ میندازه، اصلا اوضاع خیلی وخیمه. بریم بچه‌ها یه امتحانی بزنیم، یه دیزرتش سعی کنم بزنم. دیزرت نه دیزرت اصلا نخوره. یه دیزرتش یا دیزرت این نخوری یا کلا بچه من دیزرت نخوری اینمی موضوع فخیم داداش چیکار داری میکنی تو بچه من واسه سنس هم عوض میشه نمیتونم پلی. اوف چی خورد بچه دیزرتش قشنگ خورد. دیزرت سنس خیلی قشنگ خورد. بچه من کلا سنس و دکمه تیرم عوض میشه یا حتی دکمه تیرم تکون میخوره اصلا نمیتونم دیگه این قبلا بازی کنم تا باز بعد یکی دو هفته بگذره عادت کنم. اگه بعد بازی میکنم دیگه خودتون ببخشید گوشیم هم لگ گرفته بخاطر رکوردر. یه لحظه دیزرتش تن به تن قشنگ خورد. شو بده برو نمیخوره بچه‌ها. بابا بیاد بیرون دیگه دهنه تو رو. بچه گوشیم لگه بدجورم لگ. ای بچه این کمپ خالصه، این بچه کمپ خالصه. بیا بیرون میبینم بودو. گوشیم لگه دهنشو وستشو بردم تو دهنش. بچه گوشیم لگ خوار مادره. یه ذره حافظش پر شده باید خالی کنم. بچه تا اینجا سنسه بدک نیست، خوبم نیست ولی بدک نیست. میبینی درد خودش خوبه تا اینجای کار، متوسطه. اون چی که حداقل ما توقع داشتیم خوب نبوده سنسه. حالا بچه من نمیدونم هر کسی سبک بازی داره، شما برید خودتون هم امتحان کنید، شاید با سبک بازی شما قشنگ بخوره سنسه. ایسی 80 چه گانه مزخرفیه. اوف چی خورد بچه. سنسه انگار چیت روشه، انگار پنل روشه توی گانهای تک تیری به اصطلاح مثل ایسی 80 دیزرت. حالا فعلا تا اینجای کار که ایسی 80 دیزرت تا قشنگ خورده. شما میگم امتحان کنید، شاید روی سبک بازی، روی دکمه تیر شما، روی بالا کشیدن شما بهتر بخوره. اوف بچه ایسی 80 که من راضیم. ایسی 80 قشنگ بخوره. این یعنی سنس، این یعنی گنگ. عالی. گوشیم هم شارژ نداره. بچه بریم یه ذره به جا اکسمش بنظرم امده بگیرم. تکتیری امده هم یه نگاه کنید بندازم. آره دیگه بچه بریم ببینیم امدهش چطور میخوره. بچه بازم میگم اگه من صدا میذاره گرفته به خاطر اینه که سرما خورده. ولی چه درقک بازی یه تو داری بشه. داداش فشار نداشتیم ما. بچه این باید هد میشد نمیشد. یه دونه فقط 5 تایی بس خورد ولی قشنگ هد خورد. میدونید از سنسی که راضی بودم. سنسی قشنگ هد خورد. خب بچه اینم بود از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. بازم میگم
سنسر دوباره واسهتون میذارم. این سنس، اینم تصویری که الان میاد براتون در مورد سنسه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و از این سنس حتما امتحان کنین. من که راضی بودم، قشنگ خورد سنسشون. امده آخرم نمیدونم چرا واقعا المنت حساب شد، ولی در هر صورت این بود از این ویدیو. اگه دوباره میخواید از این ویدیو سنسی براتون بذارم حتما بهم بگید. لایک کامنت ساب یادتون نره بچا، خیلی به حمایتتون نیاز دارم. زنگوله بغل ساب روی آل قرار بدید تا هر موقع ویدیو جدید میذارم خبردار بشید و ویدیو منو ببینید. تا ویدیو بعدی، فعلا گود بای.